لباس از کدام متریال تیار کرده می شود؟ لباس ما را از سردی و اشیاءهای دیگری که به پوست ما ضرر می رسانند احتیاط می کند. آن را از نخهای پشمین، پختگین، ابریشمین و یا صنعی نیلون استحصال می کنند. برای این از نخهای نام برده در دستگاه‌های بافندگی متاهای گوناگون می‌بافند و سپس از آنها لباس‌های گوناگون استحصال می‌کنند. صنعتی را که لباس استحصال می‌کند صنعت بافندگی می‌نامند. استحصالات کنویری چیست؟ استحصالات کنویری که از جانب علی اوینتی در عصر 18 پیشبری کرده شده است و یک نوع تشکیل مهنت می‌باشد. آن امکان می‌دهد که استحصالات بهتر کرده شود. یعنی در کنویر هر یک کارگر قسم معینی کار را دائمی اجرا می کند. محصولات در کنویر از دست یک کارگر به دیگری می گذرد و در آخر کنویر محصولات تیار استحصال می شود. پایافزال پای را از تاثیر آب و هوا و نمی زمین احتیاط می کند. وابسته به موسم سال، حرارت، موسم خشکی و بارشات، پایافزال موافق انتخاب کرده می شود. برای این متریال های موافق استفاده می شوند. اساساً برای استحصال پایافزال چرم، پوست گاو یا خوک استفاده می شود. همچنین برای استحصال پایافزال نخهای بافندگی از قبیل پخته و نخهای صنعی پوست که از متریال های طبیعی فرق نمی کنند استفاده می شوند. رزین و کاوچوک بر این متریال ها در پایافزال برای از باران و نمی احتیاط نمودن پای استفاده برده می شوند. حالا متریال های زیادی الاستیکی قیش معلومند که خصوصیتشون از متریال های طبیعی از قبیل نخهای بافندگی و مواد چرمی فرق می کنند. کارکرد چرم یعنی پوست برای استحصال پایافزال. قبل از آنکه پایافزال استحصال کرده شود، پوست حیوانات را به این مقصد تیار یعنی کارکرد می کنند. اول آن را با بیلچه مخصوص تراشیده هموار می کنند. سپس آن را به ظرف سیلندر شکل چرخ زننده جو کرده به آن آب و نمک می ریزند یعنی آش داده شود. بعد آن را چند روز دم می دهند. وقتی آن را از ظرف سیلندر شکل بیرون گرفتند، این اکنون پوست کارکرد شده است. برای اینکه پوست کشیده و خشک شود، آن را در بینایی بر هوا آویزان می کنند. سپس با قیچی های مخصوص برای تیار نمودن پایافزال آن را به پارچه ها تقسیم می کنند.